مانوئل پریرا دا کروز 32 ساله و میگل خوزه ویانا 34 ساله، دو تکنسین الکترونیک معمولی از شهر کوچیک کامپوس دوس گویتاکازس بودند. این شهر حدود 280 کیلومتری شمال ریوست. مردهای متوهل، مسئولیت پذیر، با زندگی آرام و خانواده دار. مانوئل آدم ساکت و خانواده دوستی بود، همیشه مشغول کار برای تأمین زندگی. میگل کمی ماجراجوتر اما همچنان قابل اعتماد. هیچ کدوم سابقه جنایی نداشتند، هیچ دشمن شناخته شده‌ای نداشتند. اما چیزی که پلیس بعداً کشف کرد این بود که این دو علاقه شدیدی به روحگرایی علمی داشتند. این روحگرایی علمی ترکیب عجیبی است از علم الکترونیک و باورهای ماورایی و مصرف کنترل شده مواد روانگردانی مثل LSD. ضمن مطالعه دستوراتی هم هست در کتاب‌های روحگرایی که در برزیل دهه 60 خیلی رایج بود. اینها بخشی از زندگی پنهانشون بود. حالا روز سرنوشت ساز 17 اوت 1966. این دو به خانواده هاشون میگن میریم سائو پائولو تجهیزات الکترونیکی و یک ماشین بخریم. پول نسبتاً زیادی همراهشون بود، حدود 2 میلیون کروزیروی قدیمی، معادل یک ماشین خوب اون زمان. با اتوبوس راه میافتن به نیتروی هومه ریو برن. ساعت 14:30 میرسن. اولین خرید کت‌های ضد آب از یک مغازه محلی، در حالی که هوا بارونی بود. فروشنده بعداً به پلیس گفت عجله داشتن، انگار وقتشون کم بود. بعد در یه بار محلی یه بطری آب معدنی میخورن. پیش خدمت بار میگه میگل خیلی عصبی بود، مدام ساعتش رو چک میکرد، انگار منتظر چیز مهمی بود. از اون لحظه به بعد ناپدید میشن، دود میشن و میرن هوا. هیچ اثری، هیچ تماسی با خانواده. 3 روز میگذره. 20 اوت یه پسر 18 ساله به اسم ژورژ داکوستا آلوز داره روی تپه وینتم بادک هوا میکنه. تپه وینتم تپه صعب العبور، پر از علف و بوته، با منظره ای رو به شهر که بوی تعفن میاد. نزدیکتر که میشه 2 جسد رو میبینه. وحشت زده پلیس رو خبر میکنه، اما چون مسیر سخت بود پلیس روز بعد میرسه. صحنه‌ای که میبینن هنوز هم بعد از دهه‌ها مو به تن آدم سیخ میکنه. تو ذهنتون تصور کنید اینجا یه تپه سبز و دور افتاده در حومه ریو دا ژانیروست، سال 1966 میلادی. برزیل پر از رمز و راز. بارون نم نم میباره، هوا سنگین و مرطوبه. 2 مرد با کت و شلوار رسمی و اوورکوت های ضد آب کنار هم روی زمین دراز کشیدن. چشمهاشون با ماسک های دست ساز سربی پوشیده شده، مثل عینک های آفتابی اما بدون دسته. معلومه فقط برای محافظت از چشم هاست. جسدها کنار هم روی علف هایی که انگار با قیچی کوتاه شده که احتمالاً برای راحت تر نشستن خودشون کوتاه کرده بودن دراز کشیدن. نیمه پوشیده با برگ، کت و شلوار رسمی به تن، کت ضد آب روش، ماسک های سربی روی چشم ها. هیچ زخم خارجی، هیچ خونی، هیچ نشانه مبارزه‌ای دیده نمیشه. دستهاشون آرام پشت سرشون به هم قفل کرده بودن، انگار منتظر چیزی بودن که میخوان تو آسمون ببینن. هیچ زخمی روی بدنشون نیست، هیچ نشانه ای از مبارزه یا خشونت. آرام خوابیده بودن اما مرده بودن.
کنارشون 2 حوله خیس، یه بطری آب و مهمتر از همه یه یادداشت دستنویس مرموز که میگفت ساعت 16:30 در محل تعیین شده باش، ساعت 18:30 کپسول ها رو بخور، بعد از اثرش فلزات رو حفاظت کن و منتظر سیگنال ماسک بمون. چون جسدها از درون در مدت تنها 3 روز تجزیه شده بودن، گزارش پزشکی قانونی دقیق نبود، تست سموم ممکن نشد. هیچ ربط کپسولی هم پیدا نشد. علت مرگ نامعلوم. اما پزشکی قانونی گفت ارگانها آسیب دیده است و احشایشون مثل سوپی بدبو و متعفن در کالبدشون ریخته بود. این نکته بسیار عجیبه، چون این اتفاق اگر عامل مرگ باشه که احتمالاً هم همینطور بوده، قطعاً باید در لحظه وقوع بی نهایت دردآور بوده باشه و این اصلاً با اون پوزیشن خیلی ریلکس این 2 نفر در تضاده. پلیس خونه هاشون رو میگرده. کتاب‌های روحگرایی، مواد ساخته، ماسک سربی، یادداشت‌های عجیب در مورد نور شدید و تماس با موجودات بالاتر پیدا می‌کنن. دوستان گرامی، اگر تا این لحظه از روایت این ماجرا خوشتون اومده، لطفاً صورت مجهول رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله هشدار رو هم اکتیو کنید که شما به سرعت از آپدیت کانال ما با خبر بشید. در ضمن لایک کردن شما رفقا میتونه برای ما که تازه کار هم هستیم انرژی فوق‌العاده‌ای رو آزاد کنه. دوست مشترکشون السیو گومز هم میگه این 2 بخشی از گروه روانگرایان علمی بودن، یک انجمن برادری محلی. برای تماس با ارواح، گیاهان محلی رو با مواد روانگردان مثل LSD ترکیب میکردن. از مدارکی به دست اومده تو خونشون اینطور به نظر می اومد اونها برای یک دیدار با این بار فضایی ها آماده شدن. هرچی بود اونها احتمالاً به خیال خودشون برای یک قرار تقریباً مسالمت آمیز آماده شدن. اولا چون به خودشون سلاحی حمل نکردن، دوما شواهد میگن که عصبی و پر از تیک بودن، حتی بمب‌های دست ساز آزمایش کرده بودن. حالا آیا اونها فقط یک اووردوز ساده روی دراگ کرده بودن؟ شواهد و قرائن چیز دیگه ای میگن. ذوب شدن ارگان‌های زیستی در درونشون، از جمله معده، ریه، کبد و طحالشون خبر از یک مسمومیت فوق‌العاده شدید میدن. از طرفی پوزیشن خوابیدن این 2 نفر خبر از انفجاری بودن این مسمومیت و مرگ آنی میده. یعنی حتی فرجه‌ای برای تغییر دراز کشیدنشون یا حتی نشستن بهشون نداده. آیا این 2 برای یه آزمایش ماورایی و یا یه مناسک روحی به تپه رفتن؟ کپسول های روانگردان ناشناس خورده بودن. بسیار خوب. ماسک های حفاظت از اشعه های احتمالاً شدید چی میگن؟ اصلاً چرا باید تموم این اتفاقات روی یک تپه دور از شهر اتفاق بیفته؟ لابد احتمالاً چون دور افتاده از شهر هست و مناسب یه مناسک روحی. چرا کت ضد آب؟ جوابش ساده است، چون بارون می اومد. یا شاید هم نوعی پوشش پلاستیکی بوده این اوورکوت ها که میتونست سپری برابر تشعشعات به حساب بیاد. چرا عصبی بودن؟ منتظر سیگنال بودن؟ چه سیگنالی؟ سیگنال به ماسک؟ یه ماسک سربی ساده بدون هیچ منبع تغذیه‌ای، اونم در اون سال. نکته‌ای که ماجرا رو از اینم عجیب‌تر میکنه اینه که شاهدان زیادی همون شب در نقاط مختلف ریو د ژانیرو و اطراف این تپه نورهای عجیبی دیدن. خانواده گراسینتا باربوسا با ماشین رد می شدن که یه جسم نارنجی آبی بالای تپه دیدن. معلق ایستاده بود. ماهیگیرها هم دیدن که پایین اومد و منفجر شد.
یعنی نور شدیدی آزاد شده. چیزی که این پرونده رو مهمتر از قبل میکنه این هست که بدونید 4 سال قبلش در سال 1962 بوم یه تکنسین تلویزیون با ماسک سربی پیدا شده بود. پلیس بعد از چند روز سکوت قتل توسط فروشندگان مواد رو به جراید گفت و تا جایی که میشد سعی در عادی سازی شواهد و مدارک کردن. حتی شایعه شد قضیه معامله مواد رادیواکتیو بوده. لابد عینک سربی هم برای حفاظت از اشعه بوده. خنده‌دار به نظر میرسه. باز شایعه شد این یه پیمان خودکشی برای رفتن به بعد بالاتر توسط 2 دیوانه بوده که خب لایف استایل این 2 نفر و نشاط زیستنشون این مسئله رو کاملا حذف میکنه. یادمون باشه روز اتفاق اونها خیلی روی زمان حساسیت داشتن. آدم ها اغلب برای مرگ خودخواسته تعیین وقت نمی کنن. پلیس بعد 3 سال پرونده رو بست بدون جواب. پدر کودا معروف به شکارچی خرافات گفت بی تردید این 2 در یک فرایند بازدید به این روز افتادن. پدر کودا کسیه که به این راحتی ها زیر بار خرافات نمی رفت و در برزیل شهره خاصام بود. درست در جایی که حس میکنی این پرونده غافلگیری جدیدی نداره، وجود مرگ های مشابه و ویروسی شده در چند سال بعدش هست. تقریبا هر سال عده‌ای با ماسک های سربی تو اون منطقه بزرگ مرده پیدا میشن. پزشکی قانونی اذعان میکنه در پیکر اونهایی که قابل کالبد شکافی هستند هیچ نوعی از روانگردان چه سنتی و چه صنعتی در بدنشون وجود نداره. یادمون باشه این 2 نفر غیر از روز فاجعه از روانگردان صنعتی استفاده میکردن. اون هم کنترل شده و آیا اساساً امکان این که چندین نفر به صورت تصادفی با استفاده از یک روانگردان مشترک دستوراتی عین نفر قبلی را دریافت کند وجود دارد؟ همه چشم‌بند و ماسک سربی، همه با قرص هایی که وجود ندارند و همه مجهز به بارانی و مرگ در یک حومه اشتراکی و در جیب همه برنامه‌ای مختصر روی کاغذی باریک. واقعاً عامل بروز چنین رفتاری چه چیزی میتونه باشه؟ اگر چیزی به عقل شما میرسه برای من کامنت کنید. چه چیزی اونها رو وادار میکنه تا در یک مرگ تقلیدی همه در یک گوشه مشخص از دنیا برن؟